محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق الله خالقنا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصدق ينجي والكذب يهلك. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. آیه 135 از سوره نساء به حضور شما تلاوت شد. سوره نساء سوره هست که درباره حقوق انسانهای ضعیف صحبت میکنه، چه زنان و چه یتیمان و چه کسانی که اونا از نظر عقلی و فکری و جسمی ضعیف هستند. الله عزوجلال از حقوق ضعفا صحبت می کند. مانند امین آیه هست در سوره مائده، آیه 8 سوره مائده، و همچنین الله عزوجلال درباره قسط و عدل در آیه 25 سوره حدید صحبت دارد. و در تفسیر معارف القرآن عنوان قرار داده که مقصد اصلی ارسال پیغمبران و نزول کتابهای آسمانی فقط اجرای عدالت، مساوات انسانی و ایجاد آرامش و امنیت در زندگی بشر است. منظور این که خداوند پیغمبران را فرستاده برای چی؟ کتابای آسمانی را نازل کرده برای چی؟ می‌فرمایند بله، مقصد و فلسفه ارسال پیغمبران و نزول کتابهای آسمانی فقط اجرای عدالت و مساوات انسانی و ایجاد آرامش و امنیت در زندگی بشر است. ترجمه آیه می فرمایند که یا الذین آمنوا کونوا قوامین، شما راست باشید، درست باشید، بالقسط، به عدالت، شهداء لله، گواه برای خدا باشید، گواهی می دهید برای خدا باشد. ولو علی انفسکم،
اگرچه به ضرر خود شما تمام می شود. انسان اگر یک مسئله، یک جرم را مرتکب شد، اگرچه به ضرر خودش هست، باید برای خدا ام بایستد و ام برای خدا گواهیش باشد. ولو علی انفسکم او الوالدین، یا بر پدر و مادر شما اون ضرر باشد، والاقربین، بر نزدیکان و فامیلان شما. این یکو غنیان، اون کسی که شما علیه اون میخواید فیصله بکنید، شهادت بدهید، اگر غنی باشد، سرمایه‌دار، او فقیر یا فقیر و ناتوان باشد، فالله اولا بهم، خداوند نسبت به اونا اولا هست. این فالله اولا بهما دو معنا دارد. یکی این که خدا از شما بیتر خیرخواه اونا هست، یا خدا از این لحاظ که شما لحاظ غنی را بکنید یا فقیر، لحاظ خدا را بکنید، الله اولا هست، خدایی باشد مسئله شما. فلا تتبعوا الهوى، از هوای نفس خودتان پیروی نکنید. ان تعدلوا، اینکه به گمان خودتان عدالت را برقرار بکنید. ان تعدلوا، بعض وقت انسان شاید به گمان خودش بگد این غنی هست، لحاظ اون را بکنم، یا میگد از غنی چیزی کم نمی شود، لحاظ فقیر را بکنم. شاید مطابق خواهش خودش، طبیعت خودش، فکر خودش تصمیمی بگیرد. خداوند میفرماید نه، پیروی خواهشات نفسانی خود را نکنید که شما به گمان خود عدالت را برقرار. و این تلوو، اگر زبان خود را بپیچید، اون گواهی را، اون شهادت را به خوبی ادا نکنید، او تعرضو، یا اعراض بکنید، رو بگردانید، اصلا در اون سانک بوده اید، نیاید حاضر نشوید، گواهی ندهید. فإن الله، امانا خداوند، کان بما تعملون خبیر. این آیه 135 سوره نساء بود. آیه 8 سوره مائده، در اونجا خداوند میگه کونوا قوامین لله. همین لفظ را بیان دوباره تکرار، کونوا، بشوید، قوامین لله، درست و راست باشید برای خدا. شهداء بالقسط، شهادت شما با عدالت باشد. اینجا هم لفظ قسط آمد. ولا یجرمنکم شنآن قوم، شما را برانگیخته نکند بغض و عداوت یک قومی، علی الله تعدلوا، این که شما عدالت نکنید. یکی شاید به کسی بغض و کینه و عداوت داشته باشد، بس طوری باشد بگه نه، برای این عدالت فیصله نکنند، بگه نه اون طوری نکنید. اعدلوا، عدالت را برقرار بکنید. هو اقرب للتقوی، این نزدیکتر به تقوا هست. به تقوا نزدیکه. کسی که خود را متقی حساب می کند، پرهیزگار حساب می کند، اون باید تقوا را در نظر بگیرد. واتقوا الله، از خداوند بترسید، برخلاف دستور خدا و مطابق خواهشات نفسانیتان فیصله نکنید. ان الله خبیر بما تعملون. و بین همون جمله که در اون آیه آمده پایین آیه، خدا خبر دارد از جزئیات اون چیزی که شما انجام میدهید. اما آیه 25 سوره حدید، خداوند می‌فرماید لقد ارسلنا رسلنا، ما پیغمبران خود را فرستادیم، بالبینات، با دلایل آشکار و واضح، و انزلنا معهم الکتاب،
و نازل کردیم به امر اونا کتاب را که کتب آسمانی باشند والمیزان. بعضی میگن والمیزان عطف تفسیری هست، یا همون کتاب‌های آسمانی میزان و ترازو هستند. همونطور که در جلوی دادگاه ها میبینیم که بله این آرم ترازو زده شده و مساوی اون دو تا پلهش هستند. و در آرم نیروی انتظامی هست ترازو هست و اونم مساوی هست. میفرمان میزان همون ترازو. حالا این ترازو همون کتاب آسمانی است. ترازو عقل سلیم انسان چی است؟ میفرمایند که وانزلنا معهم الکتاب، ما کتاب را نازل کردیم لیقوم الناس بالقسط. بعضم لفظ قسط آمد این آیه سوم، تاکه انسانها با این قسط و عدالت برپا بشوند و بایستند، که این را هم خداوند فرمود لیقوم الناس بالقسط. این در سوره حدید است. اینا 3 آیه بودن. حالا تشریح این آیات که من ابتدا گفتم که مقصد اصلی ارسال رسول و نزول کتاب‌های آسمانی اجرای عدالت و مساوات انسانی است. مساوات انسانی را ما می‌بینیم که در زمان خلافت حضرت عمر فاروق اون استانداری که در اونجاست، فاتح مصر، فرزندش یک شلاق به غیر مسلمانی میزند به ناحق. حضرت عمر پدر و فرزند در مدینه میخواد و محاکمه میکند در حضور اون شاکی. وقتی که اون اعتراف میکند که به ناحق این شلاق را زده، حضرت عمر به فرزند اون قفطی که شلاق خورده میگه بگیر این شلاق را منطوری که اون شما را زده بر سر اجرا بکن. اون میزند انتقام خود را از اون فرزندی که از موقعیت پدر سوء استفاده کرده انتقام خود را میگیرد. وقتی که انتقام خود را میگیرد بگه همون طوری شلاق به پدرشم بزن، به امر عاص که فاتح مصر بود و یکی از سیاست مداران جهان عرب بود، و به پدرشم بزن. میگه چرا پدرش بزنم؟ فرزندش من زده. میگه از قدرت پدر خود سوء استفاده کرده. و بعض رو به طرف امر عاص میکنند، میگه از کی مردم را برده خود قرار دادید در حالی که از مادران خود آزاد متولد شدند. تکبیر! و در اوائل انقلاب وقتی که صحبت از عدالت اسلامی بود، اون زمان که رهبر کشور امام جمعه تهران بود، همین واقعه را گفت عدالت اسلامی این است که خلیفه اون شلاق را بر فرزند نماینده خودش و استاندار خودش اجرا می کند، خود اون نماینده را میگه شلاقه بزنید. این بود عدالت عمری، این بود عدالت حضرت عمر فاروق. و عدالت اسلامی این است که یک یهودی حضرت علی را به جای قاضی شورای میکشد و اونجا از اون انتقام میگیرد و میگوید که بله من محاکمهش میکند، و حضرت علی را میگوید که بله شاهدای شما که حضرت حسن و قنبر از قبول نیستند و شما شاهدی دیگری بیارید که غیر از خانواده شما و غیر از افراد شما باشند. میگویند که بله من دیگه شاهدی ندارم. بله میگویند که
پس زره خود را حضرت علی در میارد و به اون یهودی میدهد. من قسم نمیخورم، زره را به اون میدهد و این سبب میشود که اون انسانی که غیر مسلمان است، عدالت حضرت علی باعث می شود که اون غیر مسلمان مسلمان می شود، غیر مسلمان مسلمان می شود. بله، برقراری عدالت و انصاف وظیفه هر انسانی هست که هر انسانی ولو شخصی، همونطوری که قرآن گفت ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، یعنی هر انسانی که وقت ایمان خودش، وجدان خودش حاکم باشد، اینجا هست که حقوق انسانها پایمال نمی شود. حقوق انسانها پایمال نمی شود. پس برقراری عدالت و انصاف وظیفه هر انسانی هست که الان در هر کشور در راس این افراد نیروی انتظامی اون کشور هست، قوه قضایی اون کشور هست. همونطوری که قرآن گفت و این تلوو، اگر شما زبان خود را به طور چرخانیدید که عدالت ضایع شد یا اعراض کردید از اون مسئله، پس بدانید که ان الله خبیر بما تعملون، ان الله کان بما تعملون خبیرا. خداوند در هر دو آیه آمد که خداوند خبر دارد. با خلق دروغ میگویی، با خالق چیکار میگویی؟ با مردم دروغ میگویی، با خالق چیکار میگویی؟ با مردم که خبر ندارند دروغ میگویی، با خبیر و بصیر چیکار میکنی؟ ان الله بما تعملون خبیر. کارها با خلق و آل جمله راست، با خدا تزویر و حیله کی رواست؟ با خدا تزویر و حیله روا نیست. پس گفتم در هر کشوری پرونده‌ای که تشکیل می شود از نیروی انتظامی اون کشوره. پس چه مسلمان چه غیر مسلمان، بعد اون انسانی که وقتی که آمده و درجه و مقام گرفته و قسم خورده به اون آیینی که دارد که به غیر از عدالت دیگه چیزی را من اجرا نکنم، باید به اون قسم اولی پایبند باشد. اون قسم همیشه جلوی چشمش باشد که الان مرسوم است در کل دنیا. دکتر و پزشک را قسم میدهند که در پزشکیت خیانت نکنی، قاضی را قسم میدهند که در قضاوتت خیانت نکنی، نیروی انتظامی را قسم میدهند که در پرونده سازی خیانت نکنی. و هر کسی را به اون شغلی که دارد اول قسمش میدهند، بعداً اون شغل را در اختیارش قرار میدهند. باید اون شغلی که دارد در اون شغل امانت دار باشد و عدالت و انصاف را ترک نکند. شاید دو چیز مانع بشوند که انسان اجرای عدالت نکند، اما این دو چیز را نباید انسان مد نظر بگیرد که در همین آیام لحاظ شدند. یکی حب، دوستی خود انسان، دوستی پدر و مادرش، دوستی فامیلایش. بعض وقت میشوند که یکی بنا حق گواهی میده، شهادت میده، به دروغ میره و شهادت میده، به دروغ پرونده سازی میکند. این حب باعث نشود که ایمان انسان از دستش میرود. در یک میدان که انسان قرار میگیرد، همیشه بعض وقت میشود مسائلی که به ما مراجعه میکنند، ما میگوییم که بله امروز الان بحث ایمان و وجدان هست. طرف مقابل که شما با اون کینه دارید
سبب نشود که شما حق را زیر پا بگذارید. ان الله هو الحق المبین، اسم خداوند حق المبینه. هیچ وقت خیانت پنهان نمی شود، یک روز بروز می کند. آنچه او پنهان بود پیدا شود، هر که او خائن بود رسوا شود. تکبیر! هر که او خائن بود رسوا شود. خب بعض وقت دوستی، محبت، لیاز خود انسان، لیاز پدر و برادر و غیره، اینا سبب می شوند که بعض افراد بیاند و از حق عدول بکنند. خداوند می فرماید که نه، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، چنانچه که در آیه 8 سوره مائده بود. یا بغض انسان که نسبت به یکی کینه دارید شما، بگون کسی که در مسند غزاوت نشسته، چه در میدان پلیس و چه در میدان غزاوت، اون کسی که در اون میدان نشسته بغض سبب نشود که اون بیاد و حق یک انسان را ضایع بکند. حق انسان را نباید ضایع بکند. اون چیزی که حق است بگوید. حدیث قدسی است، همیشه در خطبه نماز جمعه خوانده می شود که الصدق ینجی والکذب یهلک. صداقت انسان را نجات می دهد، اما دروغ انسان را نابود می کند. ضرب المثل قومی ماست که دروغ میدان ندارد. دروغ میدانی ندارد که تا آخر برود. دروغ آخرش بنبسته. دروغ آخر به بنبست گیر می کند. یک دروغی می گوید، برای اون دروغ دیگه دروغی می گوید، دروغ ها را مسلسل می کند، اما آخر گیر می کند یک جای. دروغ میدان ندارد. پس می فرمایند که الصدق ینجی والکذب یهلک. نه حب یک انسان باعث می شود که ما عدالت و ایمان را زیر پا بگذاریم و نه بغض یک انسان. میگن رسول الله صلی الله علیه وسلم یک نماینده را به خیبر فرستاد، ضمن اینکه یهودی‌ها را قرآن میگوید که با مسلمانان ولتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود. یهودی‌ها سرسخت‌ترین دشمن مسلمانان بودند، اما یک مسلمانی که اونجا می رود نماینده رسول الله هست، اونا گمان می کنند چون خود اونا اهل رشوه بودند، اهل باندبازی بودند، اهل این بودند که بله مسائل را زیاد زیر پا می گذاشتند برای خود چیزی بگیرند. به این نماینده رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنهاد می دهم شما اینطوری اگر فیصله بکنید، اینقدر برای شما به اصطلاح ما شما شیرینی محفوظ است. میگن دشمنی شما سبب نمی شود که من عدالت را زیر پا بگذارم و همچنین اون چیزی که شما پیشنهاد می دهید سبب نمی شود که من طرفدار شما باشم به باطل. وقتی که اونا میشنون ببینن چیز زیاد بزرگی را ما پیشنهاد کردیم، من چرا قبول نکرد. خود علماء یهود اعتراف کردند که بالعدل بامین عدل قامت السماوات والارض، آسمان ها و زمین بامین عدل برپا هستند و استادند. اینکه عدل اساس قضاوت باشد، این بهترین چیزه. و گفتم که حب و بغض انسان ها سبب نشود که ما از حق عدول بکنیم یا حق را زیر پا بگذاریم.
و دو چیز مانع ظلم و ستم هست که این در وجود یک انسان مؤمن هست. یکی اعتقاد به خدا و دوم اعتقاد به آخرت. کسی که اعتقاد به خدا دارد، همانطور که در اینجا بیان شد، فإن الله کان بما تعملون خبیرا، خداوند به اون چیزی که شما عمل میکنید خبر دارد، میدانه خدا خبر دارد. در محضر خدا چطوری من کتمان حق بکنم؟ در محضر خدا چطوری من ظلم بکنم؟ در محضر خدا چطوری من ستم بکنم؟ در محضر خدا چطوری من گناه بکنم؟ وقتی این عقیدهش باشد مرتکب گناه نمی شود، حق و عدالت را زیر پا نمی گذارد. و دوم روز آخرت. روز آخرت وقتی که عقیده کسی این باشد که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، وقتی این اعتقاد یک انسان باشد که ذره عملی که من در دنیا دارم با اون روبرو می شوم، می بینم اون را، و وجدوا ما عملوا حاضرا، هرچی که من عمل کردم در حضور من روز قیامت اینا مجسم می شوند، میان ار عمل نیک و بد من در جلوی من میان. پس این انسان بر خلاف دستور خدا، بر خلاف اون اعتقادی که به آخرت دارد عمل نمی کند. و اصول ارزش انسانیت در همین آیات هست که خداوند در آیه 135 سوره نساء، 8 سوره مائده و 25 سوره حدید خداوند اصول ارزش های انسانی در اونجا گذاشته که اجرای عدل و عدالت باشد. و اجرای عدل و عدالت تضمین کننده امنیت جهانی بشر هست. امنیت جهانی بشر را چه چیز تضمین می کند؟ می فرمایند که عدل و انصاف. عدل و انصاف باشد. این همه مسائلی هستند که من امروز اشاره به طرف اونا بکنم. یک مسئله همین که در منطقه خود ما، در محله خود ما رخ داد، حالا یک جوان از دست ما رفت و تلف شد، 2 تا جوان دیگه زخمی شدند و حرفهای هر طور در فضای مجازی گفته شد و گزارش‌های اولی واقعیت برای ما تکنده‌اینده بودند که بله گروه مسلح آمده اند و جلوی در بازار مثلا چنین و چنان کردند و اونا بله در حین درگیری یکی کشته شده و بعضی گرفتار شدند. ما تحقیق کردیم، گفتیم این چطوریه؟ تحقیق کردیم، خود بستگان اون افراد جای من آمدن، من جام رفتم برای فاتح، گفتن نه چنین چیزی نبوده، نه 3 تا جوان بودن، همون که بزرگتر بوده که به شهادت رسیده یا تلف شده به اصطلاح بازی، همون گفتم 20 سال داشته، سرباز بوده در پادگان 40 دختر، خودش سرباز بوده. متعدد دیگر هم سن و سالی هم چند. اینا 3 نفر بر یک موتور سوار بودند. از اون فلکه گنبد به این طرف می آمدن. یکی آمده 1 و 2 مرتبه در کنار اونا، طوری که اون کسانی که الان از بیمارستان آزاد شدند آمدن، در کنار ما شلیک کرده و دوباره ما همونطوری که می رفتیم دیدیم که اون رفیق ما که آخر سوار بودم، اون دانیال، اون به زمین افتاد. ما استادیم که نگاه بکنیم که چه شده. 2 تا تیر از یکی گردنشه که به سرش خورده، به زمین افتاد. ما شده پیاده شدم که چه شده؟ گفت که پاهای ما را تیر کرد و خودش مثلا نیستاد که امبولانس را بخواد. اینا رو خوب زدم این شاید نجات بکند. حالا آمدن بالفرض و اون درگیر شدن.
اولا که نیروی انتظامی هر کسی را دشمن حساب نکند. نیروی نظامی شاید در مرد می جنگد، هر کسی را که روبرویش است دشمنشه، اما نیروی انتظامی حق ندارد طرفی که در مقابلش است اون را دشمن حساب می کند. تکبیر! یک جوانی اگر فرار کرد حقش تیر کردن نیست، اعدام و کشتن از خود ضابطه ای دارد، قانونی هست. بالفرض که یکی درگیر شد وظیفه نیروی انتظامی هم طوری که پای دو تای دیگر داده باید این اولی را هم امون پایش میزد. از پشت کدام قانون هست که یک کسی تیر بزنن که بله ما این زده ایم؟ یک جای یک سرگردی یکی را زده بود، محکوم به اعدام بود. من زندان رفتم برای سخنرانی، اون آمد بعد از ستانم صحبت کردم، جای وارث اون اولیاء دم رفتم. خود قاضی می گفت که وقتی که از پشت تیر زده هیچ رای برای قاضی نیست که اون را محکوم به اعدام نکند. محکوم به اعدام اون که از پشت تیر می زند. تکبیر! مردم اجرای عدالت را می خواه. این آیه را برای من انتخاب کردم. ما از همون روز مردم را دعوت به آرامش می کنیم. به همه عزیزان گفتیم که حادثه رخ داده، ما همه نیروی انتظامی را مجرم نمی داریم. در میان نیروی انتظامی انسانهای خدمتگزار خدومی هستند که مانند فرزند ما هستند. ما را مانند فرزند خود می دانیم. و پارسال که اینجا را معاصره کرده بودن، سال گذشته من در همین تریبون در همین نماز جمعه گفتم اینای عزیزانی که آمدند اینجا با ماشین های مختلف استادند، اینا فرزندان شما هستند، برای امنیت ما آمدند. اگر بالفرض اونا به طرف شما شلیکی هم کردن، شما حق یک سنگ را نداری که به طرف اونا پرتاب بکنید. تکبیر! و مردم گفتم با آرامش از راه های دیگری بروید که اونجا یکی استکاک نکند، یکی. و ما همون روز اول توصیه کردیم مردم را پارسال که نباید اینجا اگر نیروی آمده، ماشین های آمدند و برادران نظامی آمدند، شما با اونا برخورده بدی داشته نباشید. اینا برای حفاظت خود ما هستند. نیروی نظامی و انتظامی اینا فرزندان این جامعه، دشمن جامعه نیستند. اگر یک کسی یک خطایی بکند، ما این خطا را به حساب همه نمیگذاریم. این وظیفه انسانی ما. در ایران شهر در سالهای گذشته یک بچه 5 ساله ای را زده بودند و اون کشته شده بود. بعداً اون فرمانده اون منطقه گفته بود که این جز اشرار مسلح بوده. من در نماز عید گفتم، خیلی سخت صحبت کردم. من گفتم این کدام عقل باور می کند که یک بچه 5 ساله‌ای که در بغل پدر و مادرش هست این سارق مسلحی بشود؟ کسی که سارق و مسلح بشود، اشرار بشود، آیا کسی خانم خود را با خود میبرد؟ بچه 5 ساله‌ای را با خود میبرد؟ از جزئیات این مسئله خبر ندارم. اونجا من گفتم از جزئیات اون مسئله خبر نداشتم. من گفتم عقل انسان قبول نمی کند که یک بچه 5 ساله سارق مسلح بشود، اشرار بشود. و من خیلی به شدت اون را محکوم کردم. وقتی که محکوم کردم دیدم بله از تهران برای من از دادگاه ویژه روحانیت زنگ میزنند که بله شما نیروی انتظامی را آمدید بدنام کردید و شما دادگاه تهران بیایید. من گفتم شما تهران نه که به هر جا من بخواید من میام. تکبیر!
این که نزدیکه، هر جا شما بگویید من میام. اما اون کسی که اونجا فرمانده اون پاسگاه یک بچه 5 ساله را که از طایفه نارویی بود، من گفتم اون اشرار حساب کردم، من تا آخر با اون هستم. تکبیر! شما اگر این مسئله را ویل بکنید، من ویل کنی قضیه نیستم. من مدافع این مردمم، من زبان این مردمم و همیشه من همین را میگویم عدالت اجرا بشود. همیشه مولانا یک جمله را تکرار میکرد بعد از جمعه خونین، گفت که آمران و عاملان باید محاکمه بشه. تکبیر! الان یک نفر آمده شاید آمر نباشد، اما عامل باید دستگیر بشود، بازداشت بشود، محاکمه بشود و اولیاء دم تا وقت رضایت ندادن هیچ کسی آن را نمیتواند آزاد بکند. تکبیر! بله، این عدالت اسلامی است. این آیات قرآن اند، نه روزنامه که نیست. من 3 آیه را خواندم. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. نیروی انتظامی برای من محترم، نور چشم ما هستند. در همینجا فرمانده نیروی انتظامی منطقه ما، معاونینش، همه همون قبل از این واقعه من اینا رفت و آمد داشتم، با هم سلام علیک داشتیم. حتی یک جایی که میخواستن کار را بکنند از من گفتن شما با ما کمک بکنید، که من متاسفانه حساب من مسدود و نتوانستم به اونا کمکی بکنم. من گفتم من در کنار شما هستم، در کنار نیروی انتظامی هستیم، چون اونا هم برای نظم، ما هم برای نظم. اونا وقتی عدالت میخوایم، ما بیتر عدالت میخوایم. در این ماه مبارک رمضان من شب 27 اونا را برای افطار دعوت کردم. همینجا بودن کنار، خدا میداند که کنار من نشسته بود. من گفتم من دیگه جایم کار دارم. من صورت اون مامور را بوسیدم و دست پشتش دادم، خدا همراه شما. ما اینا دشمنی نداریم، اونا هم با ملت فرزند ملتن. نباید یک جوانی که بی ای ذنب قتلت، واقعا به چه گناهی این کشته شده ثابت میکنند برای ما. اما یک چیز را من میگویم، یک زمانی ما بحثای بزرگ داشتیم روی این مسئله. من گفتم اون مسئله ماسا امینی که رخ داد، شما نمیخواست پرونده سازی بکرد این طرف و اون طرف و پزشک قانون و فلان و فلان. اونجا میگفت این مامور خطا کرده، اشتباه کرده، این بازداشته. من یا مولانا عبدالحمید به کردستان میفرستادید، من این مسئله را حل میکرد. تکبیر! انشالله کاری که ما با این چوب خشک عصای به دست ما بیان میکنیم که هیچ گلوله داخلش شما با توپوتان کم نمیتونید کار بکنید. ما برای امنیت جامعه میگردیم، برای امنیت کشور میگردیم. اگه اختلاف نظری با کسی داشته باشیم، اما تمامیت ارضی کشور خود را، آزادی کشور خود را و اینجا استقلال کشور خود را میخواهیم. تکبیر! ما هیچ وقت نمیخواهیم که افراد بیگانه اینجا بیان بر سر ما حکومت بکنند، خاک ما را اشغال بکنند. بارها من گفتم، درست بعض وقت حرفای من را شما پسند نمی کنید. من همیشه گفتم چو ایران نباشد تن من مباد، بر این مرزبوم زنده یک تن مباد. تکبیر! این عقیده من. تملق چاپلوسی بلد نیستیم، اما کشور خود را میخواهیم، عدالت را در کشور میخواهیم.
استقلال کشور خود را میخواهیم، مردم خود را میخواهیم. میگن سرمایه کشور باید توزیع عادلانه بر همین ملت بشود. تکبیر! ولی در پنوجم مسئله رخ داده، دو تا موتوری را میگوین نیروی انتظامی، ماشین نیروی انتظامی زیر آورده، بعدا اینا با هم دیگر برخورد کردن. روز قیامت خدا را چی جواب میدهید؟ اینا با هم دیگر برخورد کردن. چرا مردم با نیروی انتظامی درگیر شدن؟ چرا پاسگاه را به آتش کشیدن؟ مردم را خشمگین نکنیم، با مردم درگیر نشویم که عزت و حیثیت ما همین مردم هستند، برانداز ما همین مردم هستند. یا حدود در قلعه گنج حدود 7 ماه جلوتر، واقعا اینا را ما نمیتونیم چطوری بگوییم، خانم به نام سمیه محمود نژاد جلوی فرزند 8 ساله 6 تا گلوله به اون خانم میزنند. کدام قانون، کدام شریعت، کدام قانون بین المللی اجازه داده که خانوما را شما مستقیم با گلوله بزنید؟ یک حیوان چارپای من بارها دیدم که در رندام هستند، به خانم ها حمله نمی کنند. این انسانیت کجا رفته؟ من گفتم انتقاد میکنیم از کسانی که خاطی هستند، دوست داریم کسانی را نور چشم ما هستند که اینا خدوم و خدمتگزار و عادل هستند. حالا در جلوی فرزندش کشتند، 7 ماه از پرونده گذشته، هنوزم خبری نیست. خانواده اون هنوزم پشتر هستن که این چه شده، جرم این خانم چی بوده که با 6 گلوله کشته شده جلوی فرزند 8 ساله خودش. اون کسی که 6 گلوله خالی کرده کجای؟ اگه بازداشته میگه بله اون بازداشته، زندانه. حالا پرونده مراحل خود را طی میکنند. وقتی که طی کرد، اگر اولیاء دم رضایت دادند که فبها و نعمت، که ما دنبال همون طوری افراد، همین سرگرده بود که گنبد دو تا بلوچ بودن زده بودن را خدا، چندین مرتبه من رفتم جای خالوش داییش اونا رفتم گفتم برای این رضایت بکن، مادرش رضایت نمیداد. همون که زده بود از پشت زده بود، محکومم بود، اعدام محکوم شد، آخر اعدام شد. ما چندین مرتبه خودم رفتم که از اداره کل نیروی انتظامی، استان، دیگران از هر طرف آمدن مولوی را بگو برای رضایت بگیرد که مادرش رضایت نداد و حقش هم بود که رضایت نداد. ملامتش هم نمی کنیم، فرزندش کشته. اینا ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. ولی ما مردم را به آرامش دعوت می کنیم. عزیزان من، حالا یک مامور اشتباهی کرده، خطایی کرده، ما به حساب همه نمی گذاریم، به حساب نیروی انتظامی کشور نمی گذاریم و می خواهیم، این خواسته من و این مردم و همه ملت ایران است که اون مامور باید بازداشت بشود، اون محاکمه بشود و چشم اولیاء این سرباز به اون بیفتد که به چه گناه فرزند ما را کشت. تکبیر! و خروش مردم گفتم سلب آسایش از همه ما می کنند. اگر مردم یک مرتبه خانه را نمیتوان با چکش اون را کوبید، وقتی پرش کرد تخریبش بیشتر. نمیتوانیم پنه را داخل انگشت نگاه داریم. ملت مانند فنر هست، فنر نگاه داشته نمی شود. پس ملت با عدالت میتوانیم، و الا یکی یکی ما را، خود ما را ندانیم که کی ما را ترور کرد و کی ما را زد. اینجا زورشان نمی رسد. ما که در داخل قفس که زندگی نمی کنیم، نگاه کنیم که ملت خود را تروریست قرار ندهیم. تکبیر! اونایی که پشت سر ما نماز میخوانند
از زمانی که این کودک داخل فرزند این ملت، داخل گوش فرزند این ملت، اینجا اذان، اینجا اقامت، همونا که ما از ابتدایی ترین تلقین ما اذان و اقامت در گوش کودک بود، اون یک رود دشمن ما نشود که ما را ترور بکند. ما از تلقین، چه از اذان تا آخرین تلقین کلمه که سوره یاسین و کلمه طیبه را بر سر اون میت میخوانیم و مردم هستیم، در کنار مردم باشیم. وقتی که اونا را در قبر میگذارند در کنار قبرش باید بیستیم، نشود که از من ملا مردم ها ناراحت بشوند که من را ترور بکنند و بزنند. این مصیبت میاد وقتی که ملت ناراض شد و قهر ملت مساوی با قهر الله ذوالجلال است بلا تشبیه. ملت وقتی قهر کرد دیگه قهر خیلی شدیدی دارد دیگه، اونا را نمیتوانیم نگه داریم و انشالله در کنار مردم باشیم، با مردم باشیم، عدالت را اجرا بکنیم. در این موضوع ما عدالت را میخواهیم، ما جزئیات خبر نداریم. طوری که به ما خبر رسید، خود رئیس آگاهی گنبد اونطوری که و راست این مقتول به من گفتن، اونا گفتن نه اینا سابقه داشتن بچه ها، نه مسئله داشتن، هیچی نداشتند، اما این کار شده. خود اونا گفتن وکیل بگیرید، پرونده خود را دنبال بکنید. خود اونا گفتن وکیل بگیرید، پرونده خود را. و ما میگم خون سردی و آرامش خود را حفظ بکنید و نجات دهی را ببندید و نبی جای حمله بکنید. این توصیه من به مؤمنین این منطقه است، خصوصا به اقوام خودمان که است. هر طایفه، این 3-4 طایفه در این مسئله سعیم هستند. شما نیایید خدا نخواسته کاری نکنید که امنیت منطقه ما به هم بخورد و جمعه خونین دیگری مانند زاهدان در استان ما تکرار بشود. ما خواهش ما این است، گرچه من حق سخنرانی نداشتم و نکردم، امروز مجبور شدم که من بیام این جملات را بگویم که دعوت به آرامش بشود. و انشاءالله از مسئولین امر میخوام اگر واقعا عدالت علوی در اینجا حاکم است، آیات قرآن در اینجا حاکم هستند، خدا شما را بگیرد که عدالت را اجرا نکنید. تکبیر! ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. قرآن آیات را من حواله دادم، بروید نگاه بکنید. و عدالت اسلامیه، قرآن از عدالت صحبت میکنه. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. های 90 سوره نحل، خداوند به عدل و احسان ما را سفارش میکنه. عدل و احسان از یاد نرود، خوبیه از یاد نروند. و همه ما مسلمان هستیم، همه ما ملت ایران هستیم، همه ما خون و گوشت ما از امین خاک است و برای امین آب و خاک فدا می شویم و در امین جا دفن می شویم ما و از امین جا انشاءالله حشر می شویم. من بارها گفتم شما هزم مردم که اینجا مرده فوت کرده، شما جسد این را به هر کشور خارجی بروید بیندازید، این جسد مرده شما قبول نمی کنند. این ایرانی باید در ایران دفن می شود. مرده ما را قبول نمی کنند، چون یک زنده ما را قبول. از عدل و عدالت را ما می خواهیم. و وقت مثل که تمام شده، زیاد من وقت را گرفتم. یک توصیه دارم، در فضای مجازی سر و صداهای زیادی هستند. این به آقای شاهزاده من این توصیه را می کنم. سن من از اون بزرگتره. شما نه ایران را نه ملت ایران را دیگه جا معامله نکنید. تکبیر! و به دیگه لیدرهای سیاسی من میگویم
شما به نام ایران و ایرانی، به نام کشور ایران در خارج نان نخورید، برای خود مزایا فراهم نکنید. ایرانی عزت دارد، کشور خود را به هیچ کسی نمیدهد. ما کشور خود را به هیچ کسی هیچ احدی نمیدهد. تکبیر! میزان راه ملت هست. ملت کسی را خواستند اون روی چشم ما هست، کسی را که نخواستند همونطوری که ملت تردش کردند از نظر ما مردوده، مطروده. وقتی که شما کمالات خود را نشان دادید همه قبول کردند. این ظلم و جوری که رضا شاه کرده، پدر بزرگ من سبزوار تبدیل کرده، از طرف سنار بلوچه را تا ورامین. پدر بزرگ من جز همون تبیدیه بوده که از همین کوه ها بعدن تا وقتی که دوباره خود را به سرخس اونجا رسانده و هیچ فامیل بلوچی را در شناسنامه نگذاشتند، هر کدام را از پیش خود فامیل گذاشتند. نه نارویی بوده، نه گرگیج بوده، نه رخشانی بوده، نه اسماعیل زئی بوده، نه ریگی بوده، نه دیگه طوائف را هر کدام یک چیز را گذاشتند که الان ما یک کسی که فامیل شناسنامه‌ای خود را میگوید ما مجبور بشویم که در بلوچی چه طایفه‌ای هستی. و این چه سیاستی بوده که آقای رضا شاه اعمال کرده، یعنی میخواسته که خانواده ها را گم بکند، فامیل ها را گم بکند، مردم ایران را هویتش بگیرد. اسم شما هم رضا شاه هست، ما اون ستم ها زیاد ما نرفته هم. شما اگر کمالات داشتید و کمالات خود را نشان دادید جز ملت ایران هستید، که نبودید دیگه ما که شما اینجا اصلا بزرگ نشده دیگه چطوری برای ما تکلیف روشن میکنید. این آخرین کلام ماست، این پیام من به آقای رضا شاه هست. این پیام مرا بشنوید. شما در اینجا نبودید که رنج و گرفتاری مردم را بدانید. مردم در زمان جنگ چه رنج‌های کشیدند، بعدا چه رنج، چه رنج‌های دارند. رنج اینجا میکشند، رنج ملت میکشد. شما از اونجا برای خود کت خدایی تعیین نکنید. یکی را میگویند به کاروان راه نمیدادند، گفتم به اصطلاح پارسا لوک بزرگ و به زبان بلوچی از زردین لیڑه اسواره به ایمن. اون زردین لیڑه برای شما نیست که از اونجا اینجا دیگر شطور سوار بشوید. اون لوک بزرگ زمانی هست که شما در کنار ملت باشید و اینجا مردم آمدند و هر کسی را که مردم خواستن ما دوست نداریم که کشور ما در هم بر هم بشود، نابود بشود. اینا دوست نداریم. خدا میداند ما از هرج و مرج بیزار هستیم، از کشت و کشتار مردم به دست هم دیگر بیزار هستیم. وقتی که الان مصیبتی آمده شما به نام کشور در دیگر جا برای خود ریاست تعیین نکنید. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی ah